گروه هایی که از اصل اسلام دور شده اند از آنها چه انتظار شد؟ جماعتی که از پایه های اساسی اسلامی و انسانی دور می شود طبیعی است که از آن نیکی و سالمی انتظار نباید داشت، زیرا چنین گروه ها چنان که تاریخ و واقعیت نشان می دهد از عقیده صحیح و علم و از وسطیت بینگیری اسلامی روی گردانده با مضمون و مقصد واقعی دین اهمیت نمی دهند. آنها به جای ترغیب علم، اخلاق، یکتاپرستی، خداپرستی با دیدگاه سیاه به جامعه می نگرند. فکر و اندیشه های ناآرام کننده و راه گمساز را پهن می کنند. حتی به اشغال وظیفه ها با راه فریب و تفریق میل دارند. این روش خصوصا برای کشورهای مثل کشور ما تاجیکستان بسیار خطرناک است، زیرا که مردم ما از آغاز زندگی با خداشناسی، یکتاپرستی و علم آموزی پرورش یافتند. کلانسالان ما از سوره ها و آیت های قرآن کریم آگاهند، آنها را حفظ کردند و به فرزندانشان می آموزانند. این نشانه زنده بودن دین و علم و معرفت در جامعه ماست. امروز مسئولیت هر یک ما است که این میراث ارزشمند یعنی خداپرستی، وسطیت و علم آموزی را حفظ نماییم تا به دام گروه هایی که عقیده و علم را نادیده میگیرند نافتیم و تا جامعه ما از راه صحیح بیرون نشود. قوت جامعه در فهم صحیح، اعتقاد درست معتدل و در علم است. هر جماعتی که از این رکنها دور شود با مسلمانان نه سود می آرد و نه اصلاح. بنابراین هر مسلمان باید عقیده صحیح را حفظ کند، از دین آگاه باشد و علم آموزی را وظیفه خود داند تا به فریب هر ناخلف گرفتار نشود و جامعه ما روشن، متحد، استوار باقی ماند. زیرا جامعه که با بین روی در دین و حیات و علم زنده است هیچگاه شکست نمیخورد.